است. در طول 5 سال نشان داد که مردم تاجیک واقعا مردم کتابخوان می باشند و در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت همیشه کوشش می نمایند که کار خوبی را به سامان رسانند. و دور سیوم آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است نشان داد که این ابتکار پیشوای ملت برای روح بلند ساختن، برای به کتابخانه رو آوردن، برای جلب همه قشرهای جامعه مساعدت کرد. شاعر درست میگوید انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. همین کتابخانه بود که شخصیت‌های بزرگ کشور از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان، استادان عزیز و گرامی همچون حکمان در دور سیوم انتخاب شدند. هر یک استادی که اعضای حکمان بود کتاب‌های خوب، مقاله‌های خوب، شعرهای خوب و در مجموع اثرهای دارد که این اثرها افتخار ملت تاجیک می باشد. من چندین روز همراه حکمان یک جای فعالیت نمودم و در ناحیه رشت 5 ناحیه وادی رشت از این آزمون آنها سنجش کردند و معلوم گردید که واقعا اعضای حکمان نفرانی هستند که هر اشتراکچی را هم در شهر حصار و هم در ناحیه رشت مثل فرزند خود احترام می نمایند و از سوال و جواب اشتراکچی کوشش به خرج می دهند که بهترین ها را به دور جمهوریوی پیشنهاد نمایند و هر کسی که در همین آزمون اشتراک می کرد در 5 نامیناسیون از آن خرسند می گردید که حکمان واقعا توانستند عدالت را تامین کنند. اشتراکچیان نیز نفرانی بودند که در 2 دور خود را نشان و امروز جنبست دور سیوم است پیشنهاد می نماید افتخار از همین فرزند می کنند. یک مثال واقعی حیاتی را به شما می آورم. وقتی که ما خواننده مکتب میانه بودیم در صنف 10 و 11 به واسطه گیرنده استیپندیای پرزیدنتی از ناحیه ورزاب شدیم و در صنف 10 بعد از 6 ماه عید جشن نوروز بود و از ما خواهش کردند که بیایید. اون وقت رئیس ناحیه ورزاب محترم نصرالدین عبادوف بودند. بیایید از دست رئیس ناحیه استیپندیای پرزیدنتی 6 ماهه خود را گیرید و ما راستیش در اون سالها خیلی وقتی که این تالارها را انسان میبیند خرسند از آن میشود که امروز لباس، پوشاک، خوراک یگون تنقیصی نیست، لیکن اون سالها کمبودی بود و من کاستومی نداشتم که در بر کنم و در جشن نوروز رفته از دست رئیس ناحیه استیپندیای پرزیدنتی خود را گیرم و با نزد مادر آمدم. گفتم مادر عزیز چیکار کنیم؟ گفتند که فرزندم انتظار شو، پدرت حال و پول ندارد، مبلغی بوده‌مان برای خوراک است. لیکن گفتند یک اندیشه در سرم چرخ زد. همسایه همون با نام خیلا از تو کلانتر است، شاید کستون هوای شود، بیا یک جا نزد مادر او می رویم و خواهش میکنیم که کستون خود را دید. و واقعا رفتیم. بسیار زنی حلیم و مهربان بودند. گفتند وقتی که فرزند شما گیرنده استیپندیای پرزیدنتی است مرحمت. بروغ دیگر بود با کستون همسایه با نام خیلا. من رفته از دست رئیس ناحیه محترم عبادوف نصرالدین استیپندیای پرزیدنتی خود را گرفتم و وقتی خانه آمدم مادر چنان خرسند بودند که من اندیشه دارم این لحظه ها در عمر انسانی کم است و هر کسی که امروز گیرنده استیپندیای پرزیدنتی است، اشتراکچی آزمون است، باید شکرانه کند. شکرانه از پیشوای ملت که شرایط خوب، صلح و ثبات، وحدت ملی را به ما و شما
آورده است. شکرانه از پیشوای ملت و دولت صاحب استقلال که امروز دیگر تنقیسی به لباس نیست. امروز بینید هر یک نفر، من اندیشه دارم حتی خوانندگان کمش 2 یا 3 کاستیوم و بروگ یا لباس خود را دارند که در همه چهاربینی ها تازه و آزاده پوشیده شرکت می‌ورزند. و همین خرسندی مادر خود را دیده من امروز اندیشه دارم هر نفری که در اینجا شرکت ورزید، صاحب جای شد، ده چند خرسندی والدین خود را بالا میکند و شاید از جانب بعضی آنها اشک شادی میریزد. و این نفرانی که در این جا اشتراک دارند و شاید بعضی ها صاحب جایهای افتخاری جای 1، 2 و 3 نشدند، که شما دانید که شما بازیافت‌ها، شما دانشمندان، شما نمایندگان پر افتخار ناحیه‌های خود هستید. پس می ارزد که افتخار در عائله شما باشد، در ناحیه شما باشد برای پروردیدن چنین فرزندان نیک. امروز دور جنبستی، دور 3م جنبست می گردد و 13 شهر و ناحیه کشور نمایندگان خود را پیشنهاد کرده بودند که آنها را از نگاه حدودی ما ناحیه‌های تابع کشور می گوییم.